الله تعالی رفیق خوبیه. جرم ها بینی و خشمی ناوری، ای به قربانت چه نیکو داوری. چقدر جرم میبینه. یه زمانی یک از بزرگان یه خادمی داشت، مستخدمی تو خونش بود، کارا رو خوب انجام نمیداد، یه خورده دست با چلفتی تر بود. یه خطایی کرد، یه روزی این بزرگ میخواست باش برخورد بکنه و یه تنبیهش بکنه. اون بزرگ دیگه کنار اون گفت معاف کنید، گفت معاف کنید. بعد اون گفت چند دفعه معاف کنم؟ هی خطا پشت خطا، هی اشتباه پشت اشتباه، هر دفعه میگی معاف کنید معاف کنید. اون بزرگ دیگه یواشکی در گوشش گفت که اون غلامم نشنوه، اون کارگرم نشنوه، پرو نشه. یواشکی در گوشش گفت انقدر این رو ببخش که دوست داری خدا خطاهای تو رو ببخش. یه بزرگ یه مرتبه تیتراس میگه اگر همینقدر که من مشکلی از بنده های خدا میکنم، خطاهای بنده های خدا رو گنده میکنم، در مقابل اشتباهات بنده های خدا نمیتونم خودم کنترل کنم، فوری میخوام باشون برخورد کنم، خدا با من همینطور برخورد میکرد چی میشد؟